اینجا قسمت 12 لاست آف آس پارت 2. درود بر شما دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به قسمت 12 بازی لاست آف آس پارت 2. اگه قسمت قبلی رو ندیدید همین الان این بالا لینکشو براتون میذارم، برید و تماشا کنید. بدون معطلی بریم سراغ قسمت 12. آها یادتون نره که لایک و کامنت و سابسکرایب بکنید. بریم. فلش بک زدیم دوباره فکر میکنم. داره خواب میبینه بچه ها. اینجور که بله داره خواب میبینه. چرا پشت کمر اوون سوخته؟ بهش اشاره‌ای نکرده بود قبلا یا کرده بود؟ سیاتل روز دوم. دوباره برگشت از اول، منتها از دید ابی. میخواستم بگم چقدر ابی یه کمی انگار داره شبیه جول میشه. لعنتی، شما هم همین حسو میکنید؟ از اینکه دیر بشه از اونجا نجاتشون بدم. دارم چه غلطی میکنم؟ اعضای عوضی صورت زخمی ها. نیافت. خوبه. امیدوارم هنوز اونجا باشه. وای خدایا، بچه هنوز اونجا این؟ او حمله شده. نزدیکتر نیا. منم. متاسفم. حالش چطوره؟ میخوام دستتو تکون بدم. بهم تکیه بده. داری کجا میبری؟ چی کار داری میکنی؟ دارم یه فرصت بهش میدم. من اینجا. اون عضو صورت زخمی ها؟ هرچی لوازم پزشکی داری نیاز داره. آلیس اونم بیارش پایین. بیارش پایین. کمونو بیا پایین. کمونو بیا پایین. آلیس کمونو بیا پایین. چیزی نیست. ابی این بچه ها کیه؟
اونا جونمو نجات دادن. میشه یه نگاهی بهش بندازی؟ وایسا آلیس. این یاراست. با چی زدنش؟ چکش. کار من نبوده. بیا بذاریمش زمین. اوه. میتونی اینو حس کنی؟ یارا؟ نه. میخواستم بذارم یکم استراحت استخون کنم. خورد شده. دچار سندروم کمپارتمان شده. اوه. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی باید دستشو قطع کنیم. آه شت. اون یه سربازه، نمیشه دستشو قطع کرد. اگه کاری نکنیم خیلی سریع گسترش پیدا میکنه. فقط جلوی دردشو بگیرین لطفاً. چی نیاز داری؟ در بهترین حالت یه اره و ابزار بخیه و گیره و آنتیبیوتیک و اینکه الانم شرایط خوبی نداریم. ما چاق و آتیش داریم. میشه بریدش رو داغش کرد. از عفونه جون سالم به در نمیبره. یه لیست برام درست کن. میرم بیمارستان. کل روز طول میکشه تا برسی اونجا. من مشکلی ندارم. کاری به تو نداره ابی. اون 2 روز وقت نداره. اگه تو 2 ساعت شما رو برسونم اونجا چی؟ بیمارستان گروه گرگا دیگه. سمت غرب. چطور؟ ما توی ارتفاع زیاد پل ساختیم و به وسیله اونا از سیلاب رد میشیم و شما رو دور میزنیم. تا 2 ساعت دووم میاره؟ احتمالاً آره. پس لیستو بنویس. وایسا، جدی میگی؟ صورت زخمی از این پولا استفاده میکنن. اونا هر بار فقط یه گروه کوچیک میفرستن. شنیدی؟ گروه های کوچیک. این شوخی نیست. لف خدا به همراهت. بس تا حفاظت کند. ابی هی چیه؟ تو کلیدمو برداشتی؟ شرمنده. میشه باهات صحبت کنم؟ بگو. چرا داری این کارو میکنی؟ ببین اون تازه اومده اینجا. خیلی خوب. فکر نکنم در مورد دیشب من- چیزی بدونه. من اصلا دیشب برام مهم نیست. خب برای من هست. ای بابا ای بابا. کدوم یکیه؟ امیدوارم بدونی داری چی کار میکنی. اون مرتد. لعنتی. چقدر آیتم داره؟ باید سر جاد میموندی لیلی. خفه شو. پیدات میکنم. دار میزنی. شنیدی چی صدام کردن؟ آره. لیلی. میخوای بدونی چرا؟ میخوای بدونم چرا؟
لعنت به صورت زخمی ها. اینم منظورم سرفایتس بود. آره لعنت بهش. ندیده بودم یه سرفایتس فوش بده. اولین دفعه بود. هی اون درو ببند. لعنتی. میشه یه نصیحت بهت بکنم؟ خدای من. فقط به چیزای خوبی که ترسیدم بهت میده فکر کن. چیزای خوبش؟ آره مثلا باعث میشه سریعتر بدوی یا بیشتر تمرکز کنی. خدایی. تحمل دردت هم میره بالا. همه احساسات بد ما، همه اینا نشونه اینه که تو قوی تر شدی. پس وقتی که ترسیدی باید به این فکر کنی که چطور بدنت داره خودشو برای مقابله با اتفاق روبروش آماده میکنه. تنها زمانی که ضعیف هستیم میتونیم قدرت واقعی خودمون رو نشون بدیم. این شعار الهتونه؟ آره. من فکر میکردم شما با برخ و چیزای گناه‌آلود دنیای قدیمی مخالفی. استثنا همیشه وجود داره، مخصوصا برای سربازا. قانع کننده است. عجب باد شدیدی. این چه کوفتیه؟ این همون پل است. دقیقاً بچه‌ها این همون پل است. همون پلی که توی قسمت‌های قبلی بهتون گفتم که از دور داره الی داشت نگاش میکرد. دقیقاً همون پله بود. یعنی همین پله هست. همون پله هست. چه می‌شده امروز؟ دنبالم بیا. لعنتی. آروم حرکت میکنه. مردمتون از اینجا رفت آمد میکنن؟ آره. دروغ میگی. نه ولی خب محبوب‌ترین مسیرم نیست. وای خدایا. فقط سعی کن پایینا نگاه نکنی. لعنتی. لعنتی. آره چطوره؟ منتظرم اون قدرت حقیقی که میگی خودشو نشون بده. رو آب بخندی. چی؟ هیچی. چه اتفاقی بین تو و اوون افتاده؟ لیو واقعا الان وقتشه. به نظرم یکم مشکل داری. الان فقط برو. خدای شکر. تموم شد. بیا. میشه یه لحظه صبر کنیم و کیف کنیم که من چیکار کردم؟ هنوز نه. چرا؟ الان خودت میفهمی. خدا لعنتت کنه لیو. چیزی نمیشه. حواست به من باشه. وای. چطوری اصلا نمیترسی؟ فقط چرت و پرت تحویلم نده. هیچ وقت از ارتفاع نمیترسیدم. چی میترسونتت؟ اقیانوس، سگا. خدایا. وای خدای من. دیگه تقریبا رسیدیم. لعنتی. هی نگاه کن. بیمارستان میشه از اینجا دید. وای خدای من. حواست به من باشه. من نمیتونم لیو. از پسش بر نمیام. چرا میتونی؟ نمیتونم. تو میتونی. بیا با قدرت حقیقی. قدرت حقیقی. قدرت حقیقی. خیلی خوب دیگه رسیدیم. تو میتونی. آروم. آروم. دیگه رسیدی. سرم داره گیج میره. زود باش. نمیتونم. منو بکش بالا. محکم بگیر. آخرم افتاد.
آماده ای؟ یه دقیقه صبر کن لطفاً. باشه. باشه خیلی خوب. یه نا نداره. حالا کجا بریم؟ نمیدونم. یعنی چی؟ ساختمون رو درست اومدیم ولی من تا حالا اینجاش نبودم. اون پل ما رو میبرد پشت ساختمون ولی اینجا رو اصلا نمیشناسم. خیلی خوب. بیا ببینیم یه راه واسه پایین رفتن پیدا میکنیم یا نه. چه باشگاه خوبیه. اینم از راهمون. اگه برسیم به خیابون درست کنار بیمارستانی. چیزی نیست، جنازه است. از افراد شما بوده؟ نه، لباساشو ببین. بیا. اون پایین انگار تاریکه. پس اینجوری کار میکنه. لو، این ساختمون مبتلا داره؟ ما همیشه با آسانسور میریم پایین، پس نمیدونم. اینجا هاک داره. ماسک بزن. من ماسک ندارم. شما به ماسک اعتقادی ندارین؟ ما در حال فرار بودیم. بذار ببینم چیزی پیدا میکنم. همینجا بمون. برو عقب. عقب‌تر. اگه بمیری من اینجا گیر میکنم. پس دعا کن زنده بمونم. یکم شاید تهمایه هایی از جوال رو داشته باشه. ماسک. خیلی خوب. فرار کرد راحت. این من بودم بچه ها. من اینجوری بازی میکنم. برات کادو گرفتم. هرچی کمتر تیر مصرف کنم بهتره برام. بیا. خیلی داریم طولش میدیم. از این سریعتر نمیتونیم بریم. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. بفرما. از پسش برمیای. میتونی ماسکتو در بیاری. بیمارستان دقیقاً اونجاست. از پسش بر اومدیم بدون شک. اون آسانسور اونجا میبینی؟ بیا از اینجا بریم. نمیخواد به بقیه در مورد اتفاقاتی که افتاد بگیم. نمیخوام یارا نگران بشه. برادر خوبی هستی. آره فکر کنم. تو دیگه از این جلوتر نیا. چی؟ چرا؟ چون ببیننت میکشنت. ولی منو ببینن فوقش میگن بیا تخت نرد بازی کنیم. تخت نرد چیه؟ من از در اصلی وارد میشم. وسایل رو برمیدارم و میزنم بیرون. تو اینجا میمونی باشه؟ باشه.
ولی واقعا به سال خودش گرافیک خیلی خوبی داشته. یکی توی آبه. تو کی هستی؟ من گرگم. شلیک نکنی. ابیم. ابی. ابی؟ بچه ها اون ابیه. تنهاست؟ دروازه رو باز کن. سلام رفقا. خدای من تا اینجا شنا کردی؟ قایق به فنا رفت. باید یکم لوازم پزشکی بردارم. واسه آیزاک میخوام. ما خودمون داریم اینا رو میبریم برای آیزاک. چی میخواد؟ نمیتونم در موردش حرف بزنم. یه چیزی خارج از پایگاهه. خب همه چیز داره اینجا بسته بندی میشه و میره. یه نگاهی بنداز ببین چیزی که میخوای یه کسی داره. ببینم نورا اینجاست. دیروز بهم گفت داره میاد اینجا. همین الان با آخرین محمول رفع ما برمیگرده. باشه. ممنون. چرا هر روز دارن جسدهای جدیدتر میارن؟ شاید دارن شهر رو پاکسازی میکنن. کی میدونه؟ اینی که انداختن چقدر شبیه جول بود. برگو. سلام. ابی تو رو هم فرستادن اینجا؟ آره نامردا. یکم لوازم پزشکی میخوام. میتونی برام جورش ابی بچه ها این دختره همون بلا رمزیه. همونی که الی واقعی کشتش. خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. نه نباید برای کسی آرزوی مرگ بکنیم بچه ها. بریم ادامه. داشتی با آیزاک صحبت میکردیم. اون بخواد برگردی به پایگاه. بذار با آیزاک حرف بزنم. حضوری باش صحبت کن. با محموله بعدی برمیگردی. شهرمنده. داری چی کار میکنی؟ اون از دیروز فراری شده. دستاتو بده من. به خشک شانس. هی منو بازم کنین عوضیا. لعنت به این بس. یکم دیگه ادامه بدی کتفت از شدن. نورا وای فکر نمی کردم تو رو طرف مخالف آیزاک ببینم. اوونو توی اکواریوم پیدا کردی؟ من با مانی حرف زدم. لوازم پزشکی لازم دارم. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ سندروم کمپارتمان. دستش له شده. خودت که نمیخوای رسیدگی کنی. مل هست. زیاد وقت نداریم. خدای من بیشتر این تجهیزاتو قبلا فرستادیم رفته. چیه؟ هنوز طبقه های پایینی پاکسازی نکردیم. چیزایی که میخوام هست؟ احتمالاً آره، اما اونجا کار خیلی سخته. چیزیم نمیشه. اگه گیر بیفتی من دخالتی توش نداشتم. البته. خیلی خوب بیا. سندروم کمپارتمان. لعنتی. آره. شانس آورده دوست دخترش دکتره. حال مل خوبه؟ خوبه. بعد از اینکه آیزاک باهاش صحبت کرد خیلی حالش خراب بود. آیزاک باهاش صحبت کرده؟ بعد از اینکه فهمی تو پایگاه رو ترک کردی، آیزاک از هممون بازجویی کرد. خیلی بهش فشار آورد. کسی موقع اومد؟ نه. نورا شما دوتا کجا میری؟ بریم ابی رو بیاریم. قایق آماده ی حرکته. من هنوز تو طبقه سوم چند تا جعبه دارم. میشه شما اول اونا رو ببرین؟ قایق دیگه جا نداره. بی خیال، نمیخوام کل روز اینجا باشم. باشه. ممنون. مخلص. رفتن. مخلص. حال خودت چطوره؟ مثل همیشه. مانی خیلی نگرانته. میدونه اینجا؟ به زودی میفهمه. خب بگو ببینم. وایسا. خب امنه.
داشتم میگفتم برنامه یه اوون بعد از اینکه مل دستش رو قطع کرد چیه؟ تو فکر اینه که بره سانتا باربارا. میدونه که همه اینا چرندیاته مگه نه؟ خدایا خیلی دلم برای مل میسوزه. آره منم همینطور. خیلی خوب. این طبقات آیسیو دارن، بخش حوادث و یه اتاق جراحی. به نظر عالیه. یه دلیلی هست که هنوز به اینجا دست نزدیم. اینجا محل شروع همه چیز تو شهر بود. جایی که اولین مبتلایان رو قبل از اینکه کسی بدون قضیه چیه آوردن. اینجا بود که همشون کاملا رشد کردن. عالیه. امیدوارم مدت زیادی زنده بمونی و مرگم راحت باشه. توی پایگاه میبینمت. به زودی. امیدوارم. باشه. دیگه قرار نیست هم دیگه رو ببینم دوستان. این آخرین دیدار نورا با ابی بود. خیلی خوب. بخش مراقبت های ویژه، اتاق جراحی، بخش حوادث. برو که رفتیم. چقدر تاریکه. اونجور که نورا میگفت اوضاع خراب نیست. نه که ماسک زد. خدای شکرت. خدای شکر. لیف آماده جشن باش. اوه از اون گنده هاست فکر کنم دوباره. بله این فرق میکنه. چرا بزرگتر بود؟ این چیه؟ خدایا چی کار کنه؟ البته فکر کنم یه بارم جوئل با این برخورد داشت اگه اشتباه نکنم. صدای عجیبی ازش میاد. Oh shit. سگ جونه. من برسم به این میخوام چیکار کنم؟ او همه تیراشو تموم کرد. بچه‌ها این منم بدون تیر در حال دویدن. این چه سمی بود؟ دیگه یه ترکیبی خیلی عظیم بود. باید یه راه خروج باشه. هنوز زنده است. هنوزم زنده است. کنه اینجا باید بریم انقدر
خشاب جمع کنیم که دوباره بیام اینو بزنیم. آها نه فکر نکن. عالی شد. چی شد؟ اوه بیشرف. چرا اینا انگار فرق میکنن؟ شکلشون یه شکل دیگه است. خودتون فرار میکنه. تاریکه. بچه ها من وقتی به این تیکه از بازی برسم قراره خیلی بمیرم اینجا. از همین الان میتونم اینو بفهمم. اینم از این. هیچکی باورش نمیشه اون تو چه اتفاقی افتاد. واقعا هیچ کس باورش نمیشه. امیدوارم یارا حالش خوب باشه. شکم روشنایی. البته که آها خدا رو شکر. چیه؟ همشون دنبال تو میگردن. مگه چی کار کردی؟ هیچی. بهت گفتم که سر جات بمونی. نمیتونستم. دوستای تو همه جا هستن. تجهیزاتو آوردی؟ آره. حالا باید از اینجا بزنیم به چک. هی دنبالم بیا. خیلی خوب دوستان، اینم از پایان قسمت 12. خیلی خیلی ممنونم از حمایتاتون و منتظر قسمت‌های بعدی باشین که میشه چهارشنبه. خیلی دوستتون دارم. پلیلیست لاستافاس هم براتون میزنم این بالا. قسمت‌هایی که ندیدین و حتما برین ببینین. لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا و به هیچ وجه فراموشتون نشه. اگه دوست دارین از ما حمایت کنین و بازی‌های بیشتری براتون دوبله کنیم، خبرهای خیلی خوبی در آینده داریم. میبینمتون. فعلا.